از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند فرموده است تمام عمل فرزند آدم برای اوست مگر روزه، زیرا روزه برای من است و من پاداش آن را به او می دهم. روزه مانند سپر است، پس اگر نفر از شما روزه دار باشد سخن ناشایسته نگوید و جنجال نکند. اگر کسی او را دشنام دهد یا به او زورآوری کند پس بگوید من شخصی روزه دارم. قسم به ذاتی که جان محمد به ید اوست، بوی دهان روزدار نزد خداوند خوشبویتر از بوی مشک است. برای روزداران دو خرسندی است که به آنها خوشنود می گردد. وقتی افطار می نماید برای افطار خرسند می شود و وقتی که روز قیامت روزدار پروردگارش را دچار می شود خوشنود می گردد. روایت بخاری و مسلم. شرح این حدیث: تمام عمل انسان به فایده خود انسان است و ثوابش را از خداوند نائل می شود. اما در این حدیث خداوند روزه را برای آن به خود نسبت داده است که انسان هنگام روزه گرفتن ریا و خودنمایی کرده نمی تواند، زیرا روزه داشتن سر بین بنده و خداوند است. به این خاطر خداوند فرموده است روزه برای من است، یعنی هیچ کس در روزه داشتن ریا و خودنمایی کرده نمی تواند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخص روزه‌دار را از سخنان فحش گفتن و انجام عملهای بد نهی می کند. روزه سبب دوری مسلمان از دوزخ می شود. روزه‌دار باید کوشش نماید تا با کسی جنگ و جدال نکند و اگر کسی روزه‌دار را دشنام یا سخن ناسزا گوید باید در جواب روزه‌دار گوید من روزه‌دارم. بوی دهان روزه‌دار در نزد خداوند از مشک بهتر است، یعنی ثواب زیاد دارد و خداوند از او خوشنود می شود. روزه‌دار دو خرسندی بزرگ را دارد. اول، وقتی یک روز کامل روزه می گیرد هنگام افطار نمودن از انجام این عبادت خرسند می گردد. دوم، وقتی روزه‌دار با خداوند ملاقات نموده ثواب روزه را از خداوند می گیرد باز خرسند می شود.